همدوران عزیز سلام علیکم. 23 ایولی سال 2025 می باشد. قرار داریم در باغ من نوحه ورزاب دهه چوربو و قرار داریم در نزد تربوزهایی که از یکم تا 5 ایون شنوده بودیم. یک ماه و 15 روز 45 روز شده و من انقدر تربوزها شده است. موازی نمیدونم، تربوز کارم نیستم، من تجربه هم نداشتم. از پیش خودم کاری در تشکیل نگاه بین کردم. تربوز بسیاری بسته است. خود یک تشکیل کنیم ببینیم در 45 روز پخته رسیده است یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی نه اولی نپخته است، این رو نمیکنیم چون که دوما کشول سبز است. دیگرش رو میریم. من با یک پیش دیگر تربوز کلانتر آمدیم. باز دوما کش رو میبینیم. دوما کش اگر خشک شدگی باشد ما همین رو میکنیم. اینجا دوما کم نمیبینیم. دوما که بعد دیننگش پوست های بید تقدیر نصیب همین رو ما کنده میبینیم. همین رو ما کنده میبریم، بریده میبینیم. بازور همدوران عزیز تقریبا 6 کیلو هست، 5-6 کیلو با ما کفایه است. اکنون ما میبریم میبینیم که چه خیلی است. بسم الله الرحمن الرحیم. پخته است که تربوز ما پخته است، مبارک شود. 100%. کنی یک بریده چشم. خدا با شکر. سرخی رو بینید. این نوعی خزیره بود. بسم الله الرحمن الرحیم. باور میکنید تربوزی بزرگ در نزد شیرینی این نامعقول کرده است. تربوز خودی آدم چه بامزه ها. ببینید. آتش رو ببینید. همدوران عزیز من تربوز پزی ما با موفقیت تربوز کاری ما با موفقیت به انجام رسید. در نزد حوالی خود 10 بوته تربوز شنونید. یک نگاه بین کنید کم ترک دارو زنید که تا تنکنه نخورد. به شما انم خیلی تربوز میدید. اگر به کدام معقول شده باشد یکون لایک مونید، یکون چی نویسید. هم خیلی نگذارید. یکون لایک یکون چی نویسید. التماس در پانه خدا باشید.